سر میراب و منبر چیخ میزنن، لکن همیشه دستشان به طرف است. شما اصلاح شوین، شما نماز بخوانید. یک روز دست این قسم بگو که خودم باید اصلاح شم، ما باید توبه بکنم، ما باید از الله بترسم، ما باید مخالفت امر الله را میکنم. اتأمرون الناس، الله متعال میگه که آیا شما امر میکنید مردم را، ای علمای یهود و ای کسانی که علمای اسلام هستین عبرت بگیرین، و شما امر میکنید مردم به نیکی و تنسون انفسکم، و شما فراموش میکنید نفسای خودتان. اتأمرون الناس، این استفهام توبیخی هست که شما امر میکنید مردم بالبری به نیکی و تنسون و فراموش میکنید انفسکم، نفسهایتان را، و انتم و در حالی که شما تتلون الکتاب، میخوانید کتاب های آسمان. افلا تعقلون، پس چرا از عقلتان استفاده نمیکنید و عقلتان در کار نمیبردید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، استعانت بگیرین به چی؟ در مصیبت ها و در سختی ها، بالصبر، بالصبر، صبر در اطاعت، صبر در معصیت، صبر در مصیبت. در اطاعت صبر بکنین، نماز درست بخوانین صابرانه. صبر در معصیت، وقتی که گناه در مقابلت آمد از عظمت الله خوف بکنین، بترسین. مثل که یوسف علیه السلام وقتی که در مقابل یک زن پولدار و پیسه‌دار در قصر با تمام امکانات وقتی که آماده میشه فرار میکنه از گناه، و وقتی که برتان مشکل میه، سختی میه، رجوع بکنید به نماز، به طرف الله رجوع بکنید، به بارگاه الله سجده بکنید، به مخلوق مراجعه نکنید. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که در کدام مشکل روبرو میشد فوراً نماز میخوان، استعانت میخواست با صبر و با نماز. و انها، و یقینا که الله متعال میگه که این صبر و این نماز و این سجده کردن به الله و خود با سجده به الله قریب ساختن لکبیرتون، بسیار بزرگ است، بسیار سخت است. الا مگر علی الخاشعین، بنده های الله که خشوع دارن، کسانی که قلب ذلت خود به الله بیان میکنن، خود جسد خود، جسم خود، فکر خود، قلب خود، کلش برای الله تسلیم کردن و ذلیل در مقابل الله میشه. الذین، و کسایی که یظنون، ظن در باب عقیده به معنای یقین است. الذین، کسانی که یعتقدون، یقین میکنن، یظنون ای یعتقدون، یتیقنون، یقین دارن که انهم اینا ملاقو ربه. با پروردگار خود ملاقات میکنند و انهم، و یقینا که ایشان الیه، به طرف الله رجوع کننده هستند، راجعون للحساب و کتاب. یقین دارن، ایمان دارن که روز قیامت است و در این روز در مقابل خالق یکتا استاد میشیم و الله از یک عمل ما، از یک سخن ما، از یک پول ما، از یک لحظه عمر ما را الله محاسبه میکنه. یا بنی اسرائیل، ای اولاد بنده های الله، اذکر، یاد کنید نعمت های مرا، التي، اون نعمت هایی که انعمت علیکم، انعام کردم بالای شما،
و انی فضلتکم، الله متعال بر از اینا فضیلت داده بود علی العالمین، به اون مخلوقاتی که در عصرشان بودن. اینا اهل کتاب بودن، بر از اونها یک مقام و منزلت خوب الله داد.